تو فیبر میتونی بگیری، چرا نمیگیری؟ فیبر دیدی پایین زدن برام، چون دوتاشون رو رفتن پرسیدم، دوتاشون گفتن ما فعلا به عنوان مثلا انگار ثبت نام داریم. آره ثبت نام برای یه ماه دو ماه دیگه بیایم نصب کنیم. یه ماه دو ماه هم باز خوبه. آره دیگه یه ماه دو ماه. چقدر داری میدی الان؟ خیلی گرونه این. پوینت تو پوینت دیگه. خیلی گرونه و نسبت به فیبر نوری اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا فیبر نوری 1000 مگ بهت میده، نمیدونم فلان فلان، مثلا این تنها پوینتی که داره نامحدوده و ثبات داره تقریبا میشه گفت. نه یه بارون بیاد بگام. آره یه بارون بیاد بگام دقیقاً. ولی حالا ثباتکی داره. ولی اینجوری بهت بگم که سر این سیم کشی تو کار که زنشون گاییده شد و 4 نفر اومدن که از این سوراخ بدن لامپا رو وا کنن، دوباره از این سوراخ بدن تا اون ته ببرن و ببرن بالا پشت بوم، سر این از من 6 تومن گرفتن. دیگه ببین کل کار چند در اومد. سیم کشی تو کار اینو. قشنگ زنم گاییده شد. و ماهی سیستک خیلی گرون داره میگیره. فکر می‌کنم ماهی چند میگیره؟ 6 7 ماهی نزدیک 8 میگیره. 8 میگیره. خیلی گرونه. خیلی گرونه. خیلی گرونه. بعد تو ابو وقتی اومدی تو این خونه داشتین پولو میدادی؟ نه. من از قبل اینکه استریمو شروع بکنم 1 ماه یا 2 ماه این پولو دادم. چون اون 1 ماه یا 2 ماه می‌خواستم استریمو شروع کنم. جنگ شد، فلان شد، برگشتم گفتم حالا که گرفتم بذار یه ماه دیگه هم پولشو بدم. بعد یه ماه دیگه هم پولشو دادم، بعد یه ماه اینجا کننده بگاهیایی شد. میفهمم چی میگی. ولی فیبر بگیری آره دیگه. فیبر فقط پول حجم میدی، ولی اونقدر هزینه نمیشه. مثلا تو دوناتون باشی بیت ریت چقدر الان 6K دیگه. آره. دوناتون باشی و بیت ریت 6K ماهی 3 میل پول حجم میدی. 3 میل پول حجم. یعنی مثلا 2 ترا گرافیک بگیری، ترافیک بگیری 3 میل میشه. آخه هر کدوم از بچه‌هام اومدن گفتن بیت ریت 6 گفتن خیلی زیاد روش سکه هم بذاری اوکی، بچه‌ها بیشتر سکه نمیبینن. 6 آره 6 برای مثلا من آر پی که میرم، اگه مثلا آر پی که میری اگه مثلا بیت ریت 4K باشه پیکسلیت میشه موقع رانندگی. پیکسلیت میشه اوکی. ماهی 520 فیبر. آره فیبر برای کسی که مصرف زیاد نداره که خیلی چیزه. مثلا تو الان منم فیبرم همینه، ماهی فکر کنم 800 گیگ حجم داره دیفالت. این تو اگه مصرفت 800 گیگ نباشه با ماهی 500 تومن 800 گیگ میگیری، بعد مثلا نه برگشتو نداره خدایی میکنه دیگه. ولی فکر کنم پکیج خوبی داشت، یعنی مثلا 1 ترا سالیانه نمیدونم فلان بیسار و این چیزاش مثلا در کل رو هم دیگه یه سالش مثلا 10 تومن بود. آره اصلا مثلا تو میام دوناتون تو حالت عادیت باشه، مثلا یوتیوبر باشی تو ماهی زیر با ماهی 500 تومن اینترنت جمع میشه، اونم بهترین کیفیت. واقعا فیبر نوری خوبه. حاجی من یک کانسپیرسی تئوری دارم. خب انقدر این فیبر نوری خوبه، یعنی هم بهترین استاتس رو داره هم کمترین قیمت رو داره. کار اسرائیله؟ نه کانسپیرسی داخلی دارم که همه رو دارن فیبر میکنن که هر وقت خواستن کنترل داشته باشن. الانم دارن ولی منظورم اینه که یه کنترل خاص بیشتر داشته باشن که مثلا شاید وی پی ان ها یه موقعی دیگه کار نکنه. نمیدونی افغانستان رفتن این از این قیچی گنده ها انداختن کل فیبر رو بریدن. اینا هم همینه، یه ورودی کشور به هر حال فیبره. اینا قیچی میندازن میبرن اگه بخوام. بعد مثلا اینو میلیارد دلار خرج کردن واسه این سیستم فیلترینگ و این زیرساخت اینترنت که بتونن بدون اینکه نیاز باشه فیزیکی کاری کنن قطع کنن دیگه. یه کانسپیرسی تئوری دیگه. به نظرت خودتون وی پی ان فروشن؟ آره. خودشون دارن از اون محدودیت پول در میارن. تو هم بگو یک بازار تو ایران به هم بگو که پول توش خوب باشه و خودشون و دولت توش ورود نکنه. یک بازاری بگو که پول توش خوبه و دولت سهم نمیخواد ازش. یوتیوب پول توش خوبه، یوتیوب درآمدش در برابر مثلا کل یوتیوبرها رو هم مثلا ماهی به $100,000 میرسه. تو ایران چه 100,000 حالا میرسن ولی به مثلا $500,000 نمیرسن. اصلا ارزش ورود نداره. چرا مثلا یه دونه همین انیمیشن دیدی درست میکنن اسکیبری تویلت و اینا ایرانی یارو چند میلیون مثلا اون خیلی در میاره اون یه تنه مثلا 20K شاید در بیاره 50K شاید در بیاره. بعد همه مثلا پولش ایران نمیاد اصلا احتمالاً. بچه بازاری میشناسید؟ بچه‌ها پورنو مالیاتو بچه‌ها گیر کردن. هیچ ایده‌ای ندارن.
نمیشه واقعا. مثلا تهش بخوایم خیلی نگرش تر تمیزی داشته باشیم نسبت به دوستان، بعد مثلا میشه گفتش که مثلا مواد پول خیلی خوبی داره، خب ولی آیا اونا هم دست دارن توش؟ ولی به نظرت ندارم. نمیدونم، ما اینجا هیچ بازاری نیست که سهم نخواد ازش دولت. نیست، اصلا نیست. امکان نداره بازار پردرآمدی باشه که این میگه ساقی کارت دارن شهر ما. شهرتون کجاست داداش؟ تموم. مثلا وی پی ام فروش که درگاه داره، ساقی که کارت خان داره، فکر می‌کنی برای اینا سخته ببندنش؟ مثلا تو میری سر 300,000 تومان یه گلاس گوشی می‌خری، میری شکایت می‌کنی فتا حسابیا رو می‌بنده. می‌گم برای اینا سخته مثلا اینا رو ببندن. اگه نمی‌بندن حتما مصلحتی توشه. ترو. یه بازار اسکم های بتی سایت های غیر سیف. اسکم های بتی سایت های غیر سیف، سایت های بتی غیر سیف، اون که دزدیه. آره تو اون که دیگه سهم ندارم و سود بالایی هم داره. دزدی که رنگ یک سهم بازاره. رنگ یک سهم. مثلا این دزدی اونقدر جذاب نیست که بخوان ورود کنن توش. خیلی روش‌های دیگه‌ای هست که بیشتر منو باش. والا اصلا من کلا یه کشور دیگه داریم زندگی میکنیم به نظر. فعلا که رنگ یک درآمدزاییشون پولیه که به شما ندادن فکر کنم. نه اصلا ما اونقدی هزینه نداشتیم. نه تو نوعی رو میگم، هر کسی که چیز شده. ببین آخه مثلا میگفتن چقدر؟ میگفتن 3000 خانوار. 3000 خانوار؟ آره مثلا 3000 خونه تو بگیر. خیلیه بازار. 3000 خونه اگه به هر خانواده 5 میلیارد میدادن، آره چقدر میشد؟ میشد 15 میلیارد تومان. 15000 میلیارد. 15 همت. واحد همت 1000 میلیاردشون واحد همتشونه. این اصلا چیز نیست. اصلا پولی نیست در مقایسه با آره در مقایسه با یه سری هزینه‌های دیگه. ببین پولی براشون نیست. ببین منو پولی براشون نیست ولی پولی براشون هست. شاید یکی دیگه خورده. نه هزینه، شاید یکی که براش پولی هست هزینه اضافی چرا بکنن دیگه؟ وقتی مردم بدبخت میتونن بسوزن و بسازن واسه چی باید پول بدیم؟ به نظرم تو همین الان در خونمون نزدن خبری نیست. هیچ کاری نداره. یالت ما جنگ زد چقدر کلی بازی در بیاریم کارمون نداره. تو الان چیز داری قشنگ افتخار وطن. آره جزو برگاه شهدا و اینا داری. من نماد تاباوری ام تو این مملکت. الان همه باید من الگوشون قرار بدن. سینمات هم گاییده شد تو این مملکت باید دووم بیاری و لبخند بزنی. سینا من به عنوان یک مرد عاقل و باقل و بالغ و بزرگ مستقل ازت یه سوال دارم. بپرس. ببین من ایدم این بود که همه بچه‌ها رو نقل مکان کنم ببرم تو کیک. خب توش دیگه لایو نشم. خب که همه چت‌ها یه جا باشه. خب کیک هم فارسی ببرم جلو. خب بعد از مکاتون خب توش هم خب انگلیسی، یعنی همین رو سویچ کنی رو انگلیسی؟ نه همینو نه، یعنی بچه‌ها رو برم کیک اونجا دست جمعی همه توی یه چت باشن، چون کیک هم الان خیلی فارسی سازی شده و یوزرها راحت‌ترن و همه میان اونجا و همه دارن نقل مکان میکنن به کیک. تویچ رو درش ببندم، بعد مکاتون رو تویچ هر خواستم انگلیسی استفاده کنم. میگم همین اکانتو دیگه. آره. نظر چیه؟ من هیچ حقیقتا هیچ ایده‌ای راجع به کیک که چیز نداره. کیک که مشکل دیسکاورابیلیتی داره برای فارسی‌ها. توییت من تا ندیده بودی نه چی؟ من توییت کردم بیژن تهرانی رو میشناسی؟ نه کی بیژن تهرانی شریک ادیه. ادی کی؟ ادی چیزه، ادی یکی از اونرای استیکه که کوفاندر کیکن این دو تا با هم. خب بعد ادی و بیژن من اینا رو با اکانت کیک منشن کردم. گفتم آقا ایرانی‌ها ساجست نمیشن تو کیک. خب یعنی از روی مثلا تگایی که ما ست کردیم و کانتنت اون فارسی و فلان الگوریتم شما اصلا مثلا چیز نمیکنه. ساجست نمیکنه. ارتباطی برقرار یا مثلا حتی کامیونیتی‌های مشترکمون بیارم فقط ایرانی‌ها رو دارم می‌بینم. هیچ جور اصلا توییچ این کارو میکنه. توییچ تو
2 روز بیای توییچ ایرانی ببینی آره شروع میکنه اصلا شاید آی پی تو بفهمه این بغل قشنگ ایرانی‌ها رو ساجست میکنه رگباری ایرانی بده. آره. کی اصلا همچین کاری. بعد مثلا ریپلای داد و گفت چک میکنم. بیژن تهرانی ریپلای داد گفت چک میکنم. بعد خبری نشد. این مشکل رو دارن. تو مثلا بری کیک باید مثلا به روش‌های سنتی قدیمون هست میکنن، همدیگه رو معرفی میکنن، یا خودت تو سوشالا چیز کنی. خودت هم تگ پیج رو بزنی پیدا میکنه دیگه. من سرچ اگه کسی بکنه. من میرم مثلا توی سینه یکی از بچه‌ها پایینش تگات یکیش پیجنش کلیکبل نیست، یکی پیجن کلیکبل لنگویج استریم دومی تگه. آره اون کلیکبل رو میزنم، بچه‌ها همه میان میبینم کی لایو کی نیست. خب آره اگه کسی بخواد واقعا تگ سرچ کنه مثلا میرم همینجوری فکر کنم پیدا کرد. ولی مثلا چند تا مثلا امیر این کارو می‌کنه. فکر کنی اون مستر فلاشر بیلمز مثلا میره تو توییچ می‌نویسه پرژن. نه بابا. دوباره نزدیک بیفتم. این آثار سیایا رو می‌بینی؟ این هر دفعه است که من با این افتادم. آها این دست جای لنگ دستش. آره قشنگ پلاستیکاش کشیده شده اینجوری بیگار رفته. صندلی خوب بخرید. الان من تعجب راش. این مشکل رو داره کیک. آره. یعنی اگه بخوای مثلا اونجا ویور بیاری باید از جاهای دیگه خبر داشتن کی کسی. ولی الان قبول نداری اعداد رقم‌های کیک جذاب‌تره؟ اوکی آره کیک فکر کنم با یوتیوب رقابت میکنه درآمد استریمش. بعد درآمدش هم فکر کنم دیگه کیر نخوریم. میخوریم. درآمدش استرایپ میخواد. استرایپ یه سیستم چیزه. مثل تیپالتی نیست که مثلا کیک تو ایران مثل تو ایران لاگین شدی کیکت بهت پول نمیدیم. سختگیری های تیپالتی رو شاید نداشته باشه ولی کار کردی مثل تیپالتیه. پشتش یه شخص حقیقی اطلاعاتش رو میزنه، اطلاعات کارتش رو میزنه، بعد استرایپ میشه واسطت، مثلا مثل زرین پال هم مثل چیزم ریمیت ما میشه واسطی که پرداخت میاد استرایپ با تو تصفیه میکنه. خب پس نتیجه بگیریم یا نگیریم؟ میگم داستان زیاد داره. نتیجه چه عجله داری؟ وقت تا صبح 24 ساعت اضافه شد به استریم. وقت داریم تا صبح صحبت کنیم. آره نه نمیگم که الان پاشو برو بیرون. منظورم اینه که نتیجه بگیریم که آقا این به نظرت من برم رو کیک یا بعد چت که میگه نه. چت که بعد گیت کیپرن و غیرت دارن رو تویش. آره. با اینکه همین کالچر رو آره با فرو کنم قبول نمی‌کنم. با اینکه همین کالچر رو میتونن ببرن اونور. اینا رو فرو کنیم. آره که خب بچا رفتیم کیک تویچ هم آنلاین نمیشیم، بعد دست از پا دراستر میان تو چت می‌نویسن سلام. آره دیگه کارشون نمیشه. چیه؟ کیکو می‌نویسن آره چیز میاد. کیک مشکل داره. برای فارسی یعنی برای بلند مدت این مشکلیه که باید حل شه. حل نشه خیلی تخمیه. فرض کن به زور باید ملت رو بشناس، خودتو بشناسونی به ملت که بیان استریمتو ببینن، چون اصلا ساجست نمیشه اونجوری بهشون. ولی خب اصلا درآمداش من دقت کردم مثلا عدد دقیق هم بچه خودی ان دیگه اصلا چیز نداره که مثلا تو اگه 300 350 400 تو این رنج ویو داشته باشی به ازای هر ساعت استریم $10 میتونی در بیاری. خیلی خوبه. آره مثلا الان استریمرهای مثل ارف، مثل فانتوم، مثل نیچوکو اینا اگه اکسکلوسیو کیک استریم کنن اینا مثلا به 100 ساعت استریم میتونن $1000 در بیارن. خب واقعا دوستان تموم شد. کیرم تو تویش برید تو کیک بذار چت تویچو ببندن. ولی خب 300 400 تا یه مقدار چیزه دیگه. 300 400 چی؟ زحمت میخواد جمع کردنش، این سادگی ها نیست. آره ولی خب من آردی الان دوناتورم دیگه. آره دوناتون انگار بهترین حالت برای کیکه با این. اون مثلا یوتیوب هم همینه دیگه. یوتیوب هم تا 300 400 تا ویور همیشه داشته باشی. یوتیوب یه بدی داره. یوتیوب یه بدی برای من داره. یه قوانین داره که من اصلا نمیتونم رعایت کنم. آهنگ نذار، کپی رایت، فلان بیسار این چیزا اصلا فرقش. اون چارچوبش برای من نیست انگار. آره اینو داد. نه بچه‌ها اونقدی هم که فکر می‌کنین مثلا 100 ساعت استریم کردن $1000 اونقدی هم که فکر می‌کنین چیز جذابی نیست. دلیلش هم این نیست که پول کمیه $1000 پول زیادیه، ولی همیشه اینو در نظر بگیریم که کسی که این کارو میتونه بکنه چی کارهای دیگه میتونه بکنه. مثلا ارف مثلا مثال خوبیه دیگه. خیلی وقتی که استریم میکنه با مثلا آر پی میره فلان دوناتونه و اوریجش هم 300 اینا هست. مثلا ارف قسمت استریمش قوی تر از همه است. اون مثلا منطقیه. فانتوم مثلا استریمش قوی تره. ولی مثلا یکی مثل آریا
مثلا میتونه بیاد کیک با 1.5 کی ویو استریم کنه و مثلا $250 استریمی در بیاره، $300 استریمی در بیاره. ولی میتونه همین وقتو بذاره بره مثلا چیز کنه، یوتیوب بره ویدیو یوتیوب بگیره، از ویدیو یوتیوبش $1000 در بیاره. یعنی دلیلی نداره که بیاد این کار کنه. برای اون آدم با اینکه پول زیاده ولی برای اون آدم نمیسره. کسی که میتونه این همه ویور بکشه ممکنه پلتفرم‌های دیگه بتونه کار خیلی بهتری بکنه، بیشتر پول در بیاره. چیزی که محمد علی‌نور گفت اونم راست میگه خیلی از این جایی هستن که مثلا وصل میشن اتورایز میکنی و فلان بیسا وصل کنی چتو بازی فلان هر چی اینا توش داره، کیک نداره مثلا. آره مثلا بحث اسپانسرشیپ و یه سری امکانات اینتراکتیو و فلان اینا رو کیکش کدوم نیست. کسی که کار اصلش استریمه، آره خب طبیعتا مثلا میگم فانتوم، نیچوکو، ارف اینا خیلی خوبه که میتونن استریم کنن و پول در بیارن، مجبور نیستن تکیه کنن به مثلا دونیت و اینجور چیزا. ولی خب مثلا از اون ور تو داری فرصت دیگه هم از دست میتونی، مثلا یه اسپانسرشیپی اگه بگیری با 300 تا ویو برای 2K پول در بیاره، تو اون اسپانسرشیپ رو نمیتونی بگیری تو کیک و ممکنه بلند مدت اون بیشتر بهت ضرر بزنه. یعنی کلا داره دیگه، خوبیه دیگه. سینا یک 67 رفت این وسط. سینا نهار چی میزنی؟ کباب دیگه، امیر گفت کباب بخوریم. کباب میزنیم. صبحونه کی خوردی؟ صبحونه زدی؟ نه من صبح برای اینکه سر حال بشم یه مرغ سوخاری از دیشب من معده خالی خوردم اینو. معده خالی خوردی اینو؟ من پا شدم یه قهوه خوردم، حتی با قهوه حتی خرمام نخوردم، روزای دیگه میخوردم. داداش میخوردی حالا یه کباب دیگه باشه. دو سیخ برات میگیرم. نه من سیستم غذاییم همینه، من یه ناهار میخورم. آره دیگه تو طول روز مثلا نوشیدنی خرت و پرت چایی و نمیدونم میوه و یه خورده هله هوله مثلا ردشم 2 تا بیسکویت 2 تا بادام زمینی فلان بزنم و دوباره تا فردا ظهر. تو این 2 هفته که فقر بودم ببین واقعا زندگیم اینجوری شد. من از اینا بودم که در روز 4 وعده غذا میخوردم، خرت و پرت میخوردم اینا، بعد اینجوری بودم بچه‌ها برام من این نودل رو درست کنم الان میام. نودل چیه بابا؟ ساندویچ با سس میخوردی من اصلا غمم میگرفت. نون توست با سس. ببین من بچه بودم، من یاد کی میافتادم؟ من بابام یه منشی داشت. منشی مطلبش کی من فکر کنم سال اول دبیرستانم تو این مایه ها بود. این منشیه شوهرش رفتگر بود. اوکی. شوهرش رفتگر بود، خودش منشی مطلب بود. حامله بود. بعد اینا فقیر بودن، خب شوهر رفتگر خودش منشی مطلب پولی نداشتن. بعد تو اوضاع خوبی هم نبودن، مثل اینکه بدهی اینا داشتن، پول خیلی نداشتن. برای اینکه زنه غذای مقوی بخوره چون حامله بود، پلو با رب خورد. بعد اون مقویش بود. وای خیلی ناراحتم. مثلا این تازه ذهنمه. تازه چه زمانی کی؟ سال 82 خدا بیا موزه دیگه. الان میگم تو این شرایط بچه‌ش احتمالاً الان یکی از شما چون تو چت نشسته ببین چون قطعاً وقتی غذا پولو رو خورده ریتارد هم عذاب در اومده میشینه تو هیچ میشینه صبح تا شب. اون سال وای تو اون سال الان که دیگه وای شاید الان نشسته تو مکاتون که نفر آخر بشه. میگم ریتارد عذاب در. نون و سس میخوردی من یاد این میافتم، میگفتم این کف فقره. ببین من بچه بودم، خب مثلا چه میدونم یه روز خونمون هیچی نبود، خب یا صبح انتقام بابام ازت. ببین یا مثلا خونمون کسی نبود یا غذا نداشتیم یا مثلا صبح بود کسی بیدار نبود برام غذا درست کنه، بچه هم بودم. خب من این ساعت در سنی که دست به گاز نباید بزنم و اینا تو اون سن. خب بعد میرفتم سر یخچال نون توست برمی داشتم، یه نون معمولی با سس مایونز میخوردم دقیقا همینی که دیدی. یا مثلا پا میشدم میدیدم هیچ مواد اولیه خوراکی نداریم که بشه خام میشه تو خونه یه چیز. آره نداشت. خب بعد تنها گزینم سرکه بود، نمیدونم چرا ولی سرکه بعد گشنه ترت کنه، ولی ببین انقدر سرکه میخوردم نمیدونم چرا. خیلی زشته سرکه. آره سرکه میخوردم. سرکه خیلی دوست داشتم. چیزای شور و کیکت آندرلاین نداره نه؟ چی؟ کیکت آندرلاین نداره نه؟ کیک هم نه آندرلاین نداره. بعد سرکه تهش هم یکم نمک میریختم چون کاهو با سرکه دوست داشتم ولی کاهویی نبود، سرکه نمک میخوردم. کاهو و سرکه. بعد از بچگی سرکه نمکی دوست داشتم چون چیپس سرکه نمکی دوست داشتم، سرکه رو با نمک میزدم مثلا صبح میزدم. بعد چون بچه بودم نمیدونستم این سرکه گوشت‌ترت میکرده، بعد عشق میکردم گفتم او سرکه. بعد مامانم صبح پا میشد
میگفت چرا دور دهنت سفیده؟ میگفتم سرکه خوردم. وای من قشنگ از این خاطرات معلومه توی یه خانواده یزدی بزرگ شدم. سرکه خیلی تباهه. یکی از جریمه‌های بچگی میدونی چی بود؟ نون نوشابه میخوردی؟ آره نون نوشابه منم میخوردم. جریمه‌های بچگی این بود که مثلا این کارو بعد میکردم و اینا می‌خواستن چیزام کنن، مثلا پانیشم کنن، چیز می‌کردن. گفتم برو تو دستشویی. بعد نمیگفتم برو تو دستشویی، مینداختنم تو دستشویی. بعد چراغم خاموش بود. چراغم بیرون نبود، تو بود کلیدش. اگه بیرون بود شاید مثلا خوشحال‌تر می‌شدم. میدونی چرا؟ چون قدم هیچ وقت به کلید نمی‌رسید. خیلی آزاردهنده است. ببین فکر کنم اینجوری میپریدم دستم به کلید برسه، هیچ جوری نمیرسید، دست کلیدو پیدا نمی‌کردم. اگه میدونستم کلید بیرونه براش تلاش نمی‌کردم. فکر کنم تو تاریکی هیچ جا رو نمی‌بینم، اینجوری دارم تلاش می‌کنم کلیدو بزنم. اجازه بده هیچی نگم. سایه‌شون مستدام های کرباسیا. اینو تو چیزام گفته بودم، تو پادکستم گفته بودم. یه سری بابام گفته بود بریم پاشو بریم خونه عمت. خب بعد من گفتم نمیام. اشتباهت هم. من گفتم نمیام. ببین یه جوری منو زد که یه جوری زخم و زیلی و کبود شدم. بعدش گفتم میام. گفت دیگه نمیخواد بشین تو خونه. چون آره بیابرو میشیم، بشین تو خونه بیابرو میشیم. با مامانم خب همون اول میذاشی نیام. تنها فرقی که سیچویشن کرد این بود که من کتک خوردم. خب همون اول بگو نیام. ولی با این حال دوستش دارم بابامو. الان در حال زندگی من قبلا خیلی چیز بودم، تو دشمنی بودیم قشنگ. آره خب منم اینجوری بزرگ میشدم قطعا یک خشم فرو خورده سنگینی داشتم. تو چجوری بوده بچگیت؟ چه برنامه اینه که ترامای کودکی بریزیم واسه حالا دیگه ریختیم واسه. تو مثلا یکی از سنبیای خیلی سخت منو نمیزدن اصلا. نمیزدن؟ نه من تک و توک دستشون بلند کردم. جدی؟ ولی خب بزرگ شدی. یعنی به نظر نمیاد اسپویل شده باشی. نه او مغزمو میگای. مغزتو میگای. مغزمو من خیلی کنترلگر بود. یعنی مثلا قدم به قدم تو چیز میکرد. دست به هیچ چی نمیذاش بزنی، مثلا هیچ جا نمیذاش بری، سیگار نکش، بیرون نرو، درس بخون فلان. سیگار که اصلا حرفشون از. آره یعنی منظورم که خیلی کنترلگرا بود. اوکی. و بدترم باعث میشد چیز، مثلا من دبیرستان که بودم همش در میرفتم دیگه. مثلا میفرستاد من روزنامه بخرم میرفتم 5 ساعت بعد میومدم. اوکی. بعد یه کاری نمیتونست بکنه. آره هرچی بیشتر استفاده میکنه چیزی بدتر میشه. شاکی میشد بعدش دوباره ما همون کارو میکردم. پس بزرگترین تنبیه اون فشار روانیه بود و کنترلگرایی. بزرگترین تنبیه آره منو تنبیه اونجوری نمی. آخه من چیزم بودم. من مثلا در ظاهر بچه موفقی بودم. مدرسه مثلا شاگرد اول بودم، فلان بودم. آره من تا بهونه‌ای هم نداشت تو سرم بزنه تحقیر کنه بخواد. ببین من تا فکر کنم مثلا اول راهنمایی اینا درسم خیلی خوب بود ولی خودمونیم. تا اول راهنمایی اصلا درس ریگده. یعنی همه نمرات خوبی همه درسشون خوبه، همه 20 میگیرن. از اول راهنمایی به بعد تو بعضی از درس‌ها خیلی خوب بودم، تو خیلی درس خیلی بد بودم. مثلا انگلیسی همش 20 میشدم. انگلیسی جوری بودش که مثلا معلمم نصف برگا رو میداد من تصحیح کنم. بعد تو اونجا هم یه تقلباتی کردم که از اون گرفته شدم. یعنی مثلا برای بچه‌ها جوابشون رو می‌نوشتم، بهشون نمره خوب میدادم و اینا. معلومات گاو نبود میفهم. آره بعدش دیگه بهم نمیداد دیگه. مثلا تو عربی خیلی بد بودم. این تک نمره بودم. مثلا هیچ وقت دو تا دیجیت تو نمره‌های عربی هیچ وقت ندیدم. هیچ وقت نه. من همیشه 8 9. بعد ریاضیم تو بعضی چیزا خوب بودم، تو بعضی از مبحث‌ها بد بودم. یعنی بعضی از چیزا رو با روش معلم، با روش خودم میفهمیدم و حل میکردم و مینوشتم. بعضی چیزا رو دامنز بودم. اینجوری بودم what the fuck is this، من اصلا چرا باید اینو بدونم، نمیخوام بدونم. اصلا مدرسه نه واسه این که مثلا درس دوست داشته باشم، واسه کامپتیتیو. آره کامپتیتیو. آره من نفر دوم میدم میگفتم من از این کسمقس که کمتر نیستم. اونقدر میخوندم که از اون نمرم بالاتر شه. ولی یه چیزو قبول دارم، معلم خوب خیلی تاثیر داره. ببین من اصلا علاقه به جغرافیا ندارم. خب
ولی انقدر معلم جغرافیامون خفن بود، تنها کلاسی که من خط به خط می نوشتم که چی دارم میفهمم و چی داره معلممون میگه و بنویسم جغرافیا بود. چون فقط با معلمه حال میکردم و جغرافیا من 20 میشدم، چون معلمه خفن بود، معلمه باحال بود. همه بچهای کلاسمون هم تقریبا همینجوری بودن، جغرافیا کیرشون بود ولی خب معلمه خفن بود. واقعا معلمه خفن تاثیر داره. مثلا چه میدونم عربیمون، وای یه آدم کثیف لجن. ببین داشتیم حرف میزدیم نیمکت‌های عقب، خب بعد به هم دیگه داشتیم کاغذ میدادیم، خب یارم نمیاد مثلا یه کسکلکی مثلا شوخی راهنمایی طوری برام هم دیگه کاغذ میفرستادیم مثلا چیزی بنویسیم و با هم دیگه حرف بزنیم. این اومد یهو دست من کاغذ داده بودم به دوستم، بعد دست اینو اینجوری گرفت، وا کن ببینم چیه. ببین کاغذ رو وا کرد، تو کاغذم فکر کنم پشت نوشته بودیم به یارو به عربی هم نوشته بودیم تا جایی که رم، یعنی به عربی مثلا نوشتیم الکس مادر مثلا یکش بعد ببین تا 2 روز فکر کنم دوستمو مدرسه ندیدم. دست رفیقت در آورد. آره دست کردن اون نه داشتیم کاغذ رد و بدل میکردیم. شانس بد اون موقعی معلم فهمید که من کاغذ داده بودم به اون و تو دست اون بود. یعنی به تو چیز نشد، به من کاری نداشت. آره. بعد عرضم به خدمت یه معلم داشتیم چیز بود، یه معلم مریض بود، شیمی بود و از اون بود که میومد دم نیمکت میذاش رو میز شروع میکرد چیز کردن، میومد رو نیمکت میشه درس میداد، سعی میکرد بچه‌ها رو بماله و سر کلاس راست میکرد، میرفت بغل اینا ما میستاد و فلان و اینا و هم میدونستن ولی برای همه بامزه بود. مثلا همه مسخرهش میکردن، همه مثلا چیزای معلمه اصلا خیلی معلم تخمی بود. وای مثلا کابوس شبامه یارو. وای آره معلم پدو. چی می‌خواستم بگم؟ معلم حیوان اونجوری نداشتیم. ببین یه تایمی سر کلاس ریاضی، ببین معلم ریاضیمون این همچه آدمی فرض کن، اون باباهای پیکسار رو دیدی؟ باباهای توی پیکسار و دیزنی و اینا. خب مثلا ببین گلدونیا، ببین چیزو دیدی؟ مثلا بارش کوفته قلقلی رو دیدی؟ نه اونو ندیدم. خب کلا باباهای دیزنی و پیکسار که گندن و چارشونه و یه سیبیل کلفت و ابروهای پیوسته‌ای که چشاشون هم معلوم نیست. معلم ریاضی من این بود. ببین من یه بار نشسته بودم داشتم سر کلاس دیگه اصلا حوصله نداشتم، فقط داشتم خودم سرگرم می‌کردم، داشتم برای خودم دودل می‌کشیدم تو نقاشیمو می‌کردم و اینا. بعد اون موقع من اون موقع یه حرکتی که می‌زدم میومدم برای خودم اینجا رو دستم تتو می‌زدم، گرافیتی می‌کشیدم مثلا. بعد از اون موقع مثلا من چیزو داشتم، مکو داشتم، MAK رو می‌نوشتم اینجوری برای خودم تتو می‌زدم فلان بیسار اینا. نه بخش اون موقع مک نبود، اون موقع علی.کی بود. علی.کی بود. برای خودم دیگه گرافیتی و اینا رو می‌زدم. وای ببین اومد منو گرفت اینجوری شاپ کشون جلوی کلاس، یه دونه زد تو گوشم، برو دفترم نرو، برو بیرون کلاس، یعنی بیرون کلاس بشینم. من نرفتم بیرون کلاس بشینم، من رفتم دم اتاق مدیر، گفتم لطفا تلفنو، ببین اشک اینجوری داشت میومد، لطفا تلفنو بدین من. بعد چی شده؟ خواهی زنگ کی بزنی؟ چی شده؟ مثلا مدیر اینجوری بود. بعد گفتم زنگ مامانت بزنی؟ چی شده؟ کسی زدته؟ چه اتفاقی افتاده؟ مثلا کسی اورد داده اینا؟ گفتم نه معلم زدتم، میخوام زنگ بزنم پلیس. بعد اینجوری بود یعنی چی میخوام زنگ بزنم پلیس؟ گفتم جلوی منو نمیتونین بگیرین، جلوی منم بگیرین میرم به مامانم میگم مامانم زنگ میزنه پلیس. نمیدونم چی شد ولی یک ذره خایه کرد و اینجوری بود که رفت معلم و آورد، معلم معذرت خواهی کرد، برگشتیم تو کلاس هم معذرت خواهی کرد. ببین به همه کلاس خایه دادم، ببین از اون به بعد دیگه هیچ کیو نزد سر یه دونه این که من یه ذره خایه داشتم، گفتم زنگ میخوام بزنم پلیس. آره خب باریکلا شاید یک تاثیر خوبی گذاشتم روی معلم و باعث شدم دیگه کسی کتک نخوره، ولی مطمئنا سالهای بعد دیگه خب کسی اون داستانو نمیدونسته و شاید دوباره کتک خورده یا کلاسای دیگه. خیلی بعید میدونم تاثیر مثبتی روی معلمه گذاشته باشی. اینا حیوان‌تر از این صحبتان پاور تریپ میکنن دیگه. کی مقاله نوشته بود، مستر فلش بود،
من راهنمایی یزد بودم. معلم راهنمایی از این یزدی لهجه دارا بود و با همون لهجه عربی درس میداد و کلشو خواب بودم. خیلی سرطان بود. داخل پرانتز کیر توی یزد. خیلی بده. این عربی رو اصلا PTSD دارم. انت انتما انتم. اصلا این موزیکال هم نمیتونستم حفظ کنم این چرت و پرتاشو. همه معلمام هم نیستن. آره الان گفتم جغرافیامون معلممون خیلی خفن بود واقعا. جغرافیامون معلم مدرسه غیر انتفاعی میرفتی؟ آره یه لحظه غیر انتفاعی دولتی رو قاچی کردم گفتم کدوم چون به بابات میاد خرج بکنه برای تحصیل. نه غیر انتفاعی رفتم. یه چیزی که خیلی بد رفتم بعد از راهنمایی بابام مجبورم، یعنی میگفت برو تجربی، مامانم میگفت برو ریاضی، اون میگفت برو دکتر شو، اون میگفت برو مهندس شو. بعد من اینجوری بودم دوستان من نقاشی میخوام بکشم. نقاشی واقعا خوب بود ولی ذوقم بعد اولش می‌خواستم برم عکاسی. خب بعد یه دونه عکاس موفقم توی فامیلمون داشتیم به اسم هادی آخوندی. خب این مثلا چند تا نمایشگاه گذاشته بود، گالری گذاشته بود، سر بعضی از فیلم‌ها رفته بود، مثلا عکسای پوستری گرفته بود، الان پا شده رفته فاکینگ آمریکا مثلا اونجا داره عکاسی میکنه. بعد من گفتم آقا میخوام برم عکاسی. بابام گفت باشه برو کلاس. رفتیم کلاس. بعد حالا نه من خبر داشتم نه بابام. خب یعنی من تا حدی خبر داشتم ولی بابام خبر نداشت. دو جلسه اول خب میان درباره یه خورده مثلا چیزای تئوریک و مثلا چیزای نوشتاری مثلا این تئوریک بهت یاد میدن. خب دیگه مثلا از این جلسه به بعد دوربینو داشته باشی دیگه. بعد جلسه سوم به بعد اینجوری بودم بابا سر این کلاسی که منو فرستادی و اینا، چون اونجوری بود که نه نرو سمت هنری، بیا برو کلاس خصوصی عکاسی یاد بگیر، یعنی همون چیز یاد بگیر در کنارش فلان، قشنگ همون برنامه بود. خب دکترش در کنارش شده عکاسی. آره. بعد من کلاس رو رفتم، هنوزم به اون بخش نرسیده بود که برم هنرستان یا برم مثلا تجربه بخونم یا حالا هر چی. مثلا یه سال قبلش بود. بابا نمیخواد بری مثلا هنرستان، بیا برو کلاس عکاسی. رفتیم کلاس عکاسی، دو جلسه رفتیم و اینا. جلسه سوم ما گفتم بابا همه دوربین دارن، من دوربین میخوام، یعنی باید دوربین داشته باشم دیگه. نه حالا ایستم راجع این بهت میگم. بعد فلش فوروارد شدیم اون تایمه که من قرار بود برم توی هنرستان و فلان و بیسار و اینا. من رفتم هنرستان بر ضرب و زوربی بود. خب ولی باز هم نتونستم برم عکاسی چون دوربینه رو نداشتم. رفتم نقاشی، رفتم گرافیک خوندم. خب گرافیکم خوب بد نبود. خب سال دوم شد مام بابام افتادن تو اون جهز و بدل و ایناشون. شرایط زندگیمون یعنی شرایط روانی زندگیمون خانوادگی اونجا خیلی کیری بود. مامام جدا شده بودن، خواهرم یه بار دیگه جدا شده بود، من یه پسر 17 ساله این وسط کشمکش ها و دعواها منم ترک تحصیل کردم. بودم که تو همتون هنرستان سال دوم ول کردم. بعد هنرستان سال دوم یه دونه معلم طراحی کیری داشتیم به اسم قوی پنجه. این زن من تو فشار روانی که بودم، خب زن من رو تو یه روز گایید. چجوری؟ من ببین من بهترین طراحی تو کلاس نبودم، یعنی مثلا یه نفر الا دو نفر یادم قشنگ خیلی بهتره من بودن، خیلی بهتره من بودن. مثلا من نفر سوم بودم تو بهترینم. بعد بقیه هم خیلی بدم داشتیم، متوسط هم داشتیم. مثلا من نفر سوم چهارم بودم تو کلاس تو طراحی، چون طراحی بچه‌ها خیلی قوی‌تر بود بعضیشون. بعد این سر یه جلسه ببین ما مثلا یه آبجکت می‌ذاریم وسط، دور تا دور میشیم طراحی می‌کنیم، معلم بعد دور تا دور بیاد بشینه تست بگیره که مثلا چجوری زدیم، ایرادامون بگیره. 1.5 ساعت دور زد و از من حالا مثلا یه چیزایی کشیدم ولی دیگه ادامه ندادم چون می‌دونم مثلا بالا سر من نمیاد این جلسه، چون بالا سر من نمیاد، چرا اصلا نمیاد مثلا منو چک بده مثلا بگه، هیچی نکشیدم. خب بعد آخر کلاس تقریبا مثلا 10 دقیقه مونده بود، گفتم آقا قوی پنجه میشه بیاین طرح منو ببینین؟ گفتم آره ببینین این مثلا سیبه رو ببینین اینجاشو سایه‌شو اینجوری زدم فلان بسار اینا. بعد صفحه سفید بود. یعنی داشتم دستش می‌نداختم، گفتم کس کشیده بالا سر من نمیاد. بعد اینجوری کرد کامران کشیدی من چیزی نمی‌بینم. گفتم نه دیگه اینه دیگه، شما که بالا سر من نمیاین پس من اینو میکشم هیچی. خب
این کسکش اومد گفت همه بچه‌ها برگاتون رو بریزین وسط نشون بدین، هر کسی یه چیزی کشیده بود. من کلا یه دونه کشیده بودم و گفت خب یه دونه کشیدی. گفتم خب یه دونه کشیدم، اون یه دونه رو من توی 10 دقیقه اول کشیدم، 1 ساعت و 20 دقیقه بالا سر من نیومدی. هیچی دیگه اونجا چیز شدم، 4 تا فوش مادر بهش دادم و اینا، رفتم اتاق مدیر. گفتی زنگ می‌زنم پلیس. نه یکیو گفتم اگه میشه معلم طراحی من عوض کن، چون کلاس عکاسی و فیلمبرداری سینمامون یه معلم هنری دیگه دارن، یعنی معلم هنری ضعیف‌تر دارن برای خودشون. مثلا من گفتم من میرم اونور میگم، گفتن نمیشه فلان بسار و اینا. یه چند هفته گذشت تو این مشکلات خانواده خودم بودم، گفتم کیرم تو مدرسه دیگه نرفتم و مام بابام انگار چیزی نمیتونستم بگن، چون انگار تو اون شرایط خانوادگی که بودیم بهم حق دارن، گفتن نمیتونیم جلوشو بگیریم. اینجوری بودن که الان ما با این محیطی که برای ساختیم چجوری به این بفهمونیم که باید بریم مدرسه و حقو دارن به من گفتن نرو. نه ادامه ندی هیچ وقت دیگه؟ نه از اون وقت دیگه دست به طراحی و نقاشی اینا نزدم و دیگه مدرسه اینا نرفتم. کی تو چت گفت عوضش الان دوناتون گذاشت. عوضش الان دوناتون گذاشتم. مهدی 7 هم اینجا. من حواسم هست عادت دارم چت رو دو پلتفرم بخونم. آره من اصلا عادت ندارم. حالا که می‌خوای مهاجرت کنی کیک، پس چت اینجا بیشتر بخون که چت کنیم آقای محترم. واقعا ولی خورده تویچو اینو می‌کنم بیشتر کیک بخونم. های حمید قوی 50 برات نوشته فارسفورد. چی؟ حمید قوی وای فکر کنم خودشه. وایسا ببینم. وایسا. میشه فارسی بنویسم حمید قوی 50؟ من فارسی تایپم خیلی ضعیفه. واسه صد نگاه کن سری نوشت. پشمام. وای خود بیشرفشه. ببین زن منو گایید این آدم. زن منو گایید. چرا فارس میشناسدش؟ چه اتفاقی داره میفته؟ نه این الان فارس میگه بابامه. نه بابا این تو جزو مثلا آرتیستای معروفه. بعد طراحیاشو نگاه کن کسکشون. اینم تو این طراحی انتزاعی خطی کرده اومده. نه چیه؟ این آدم من رو جاج میکرد. برو کیرم تو هنرت. از کجا میشناسیش؟ فارس از کجا میشناسیش؟ جالبه برام از کجا میشناسیش. واقعا بگه بابامه خیلی خواهی میکنه. باباش که نیست ولی فارس درگیر اینه که آریان پیارجی نوشته آشنا میبینم سلام، داره به اون حرف میزنه میگه به جا نیار. این فارس همین جوریه، یه چیزی میندازه بعد باهاش که میخوای حرف بزنی اصلا میگم فارس عشق و صفا واسه خودش میکنه.